قلب محمد امینوف عبدالرحیم اسروروویچ کارمند شایسته تاجیکستان، دکتر علم‌های اقتصاد، پروفسور کافدرای منیجمنت و صاحبکاری دانشگاه اگراری تاجیکستان روز 29 مارس سال 2022 در سن 85 از تپیدن باز ماند. عبدالرحیم محمدامینوف 14 آگوست سال 1937 در دهه سارای جماعت پانغاز ناحیه اشت در اویله دیقان به دنیا آمده. سال 1961 انستیتوت خواجگی قشلاق تاجیکستان حاضر دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور را با دیپلم اعلی ختم کرده است. عبدالرحیم محمدامینوف سال 1967 رساله نامزدیش را در موضوع راه‌های اساسی زیاد و ارزان نمودن استحصال محصولات گوسفند سرگوشت و روغن در تاجیکستان در مثال کلخوزهای وادی ایثار را حمایت کرده. سال 2006 در شورای دیسرتاسیونی انیورسیتت دولتی اگراری روسیه به نام تیمیریازف شهر مسکو رساله دکتریش را در موضوع تامین استواری رشد خواجگی قشلاق تاجیکستان دفاع کرد. عبدالرحیم محمدامینوف سال 2009 با گرفتن عنوان پروفسور مشرف گردید. او سالهای 1975 تا سالهای 1982 نایب رکتور دانشکده کشاورزی تاجیکستان بود. عالم شناخته 8 مونوگرافیا، 20 مجموعه و زیاده از 240 کار علمی و علمی متدی نشر کرده است و تحت رهبری او 22 عالم جوان رساله های نامزدی حمایت نموده با گرفتن عنوان نامزد علم های اقتصادی مشرف گردیدند. برای تیار نمودن متخصصان بالیاقت سال 1994 به محمدامینوف عبدالرحیم عنوان افتخاری کارمند شایسته تاجیکستان داده شده است.